بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. محسلين عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در درس امروزی از قاعده 58 الی قاعده 62 به بحث میگیریم. خدا کند که موضوعات قبلی و قواعد قبلی را درست درک کرده باشین. قاعده 58 است: البینة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل. البینة لإثبات خلاف الظاهر، دلیل و شاهدا برای اثبات خلاف ظاهر است. و قسم که است، و الیمین و قسم که است، لابقاء الاصل، برای باقی ماندن اصل می باشد. به این معنا دلیل برای اثبات خلاف چیزی که ظاهر است و آشکار است باید به او آورده شود. یک چیز آشکار و علنی و معلوم هست، پس کسی خلاف ظاهر چیز را میخواه باید دلیل را بیاره، شاهدا را بیاره. و اما کسی که میخواه که یک چیزی برای امو اصالتش با امو ظاهرش باقی بمانه، او باید قسم بخوره به خاطر باقی ماندن همان چیز. اینجا مقصد از ظاهر اصل است، پس دلایل برای خلاف اصل باید آورده شود. اما سوگند برای بقای اصل شی می باشد. سوگند برای بقای اصل همان چیز مشروع شده. این موضوع که البینة لإثبات خلاف الظاهر والیمین لإبقاء الاصل، این قاعده فقهی در مثال دیگر روشن می شود. مثال اول: اگر شخص مدعی شود که بالای شخص دیگر قرض دارد، برای اثبات دعوایش دلیل بکار است، چون وی خلاف ظاهر و خلاف اصل که براءت ذمه است دعوا نموده است. هر کس، ما شما گفتیم در قواعد فقهی و همچنین در مسائل حقوقی، براءت ذمه هست که کسی قرضدار کسی نیست، اصل گپ همیسته. حالی کسی دعوا میکنه که ما بالای فلان شخص قرض داریم، برای ای که خلاف اصل یک چیزی را ثابت میکنه باید شاهدا را بیاره و به اثبات برسانه که ما بالای او قرض داریم. اگر شاهدا را آورده تانست، اون قرضش بالای همان شخص ثابت میشه. ولی اگر نتوانست شاهدا را بیاره، باز همین شخصی که بالایش ادعا شده، یعنی مدعی علیه، او باید قسم بخوره، یمین کنه، قسم و سوگند کنه که بالای ما قرض نداره. پس در همین مثال، همین قاعده خوبتر واضح میشه. البینة، شاهد آوردن که است، لإثبات خلاف ظاهری، برای ثابت کردن یک چیزی که خلاف ظاهر است. ظاهر همیسته که قرضدار نیسته. والیمین، و قسم دادن که است، سوگند که است، لبقاء الاصل، برای ایسته که اصل که براءت ذمه هست و بر حالت اصلی مانده شود و گذاشته شود. مثال دوم: اگر زن دعوا کند که نفقه و لباس که از طرف شوهر برایش مقرر شده بود، از طرف شوهر برایش نرسیده. شما میدانید که نفقه زوجه بالای شوهر است، لباسش بالای شوهر است.
پس زن دعوا میکنه که برای من نه نفقه داده و نه لباس داده. اون نفقه و اون لباسی که بالایش لازمی بوده. اینجا سخن زن پذیرفته میشه، زیرا اصل امی هست که نفقه زوجه بالای زوج هست و اصل است که تابالی پرداخت نکرده. هرگاه شوهر میگه که نه ما ایره پرداختیم، باید دلیلی را بیاره، شاهدی را بیاره که ایره به اثبات برسانه که نفقه زوجه خود را پرداخته. اگر او یعنی شوهر نتوانست شاهدا را بیاره که به اثبات برسانه که نفقه و لباس زوجه را پرداخته، در این صورت از لحاظ حقوقی و فقهی به شوهر در این دعوا به خانمش قسم داده میشه، سوگند باید بخوره که نفقه و لباسی که بالای شوهر داشت برش پرداخته نشده. در این قاعده امی موضوع را به بیان میرسانه که خلاف ظاهر و خلاف اصل امر کسی یک چیزی را ثابت میکنه باید شاهدا را بیاره. البینه تو اینجا البینه به معنای شاهدا هسته و یمین که در این قاعده هست به معنای سوگند هست. پس کسی که میخواه خلاف ظاهر را، خلاف چیزی آشکار را یک چیز دیگری را ثابت کنه باید دلایل را بیاره، شاهدای را بیاره. و کسی که میخواه که اصل موضوع بر امو حقیقت و اصالتش گذاشته شود او باید سوگند بخوره. قاعده 59 البینة حجة متعدیة والاقرار حجة قاصرة. البینة شاهدا که است، حجت متعدی هست یعنی اثرش بر دیگرا هم واقع میشه. والاقرار حجت قاصرة و اقرار کردن که است یک حجت قاصره هست. معنای قاعده ای است دلائل اینجا البینه دلائل معنا میته ولی هدف شاهدان است. شاهدان حجت متعدی هست. کسی که شاهد را آورد یعنی ای اثرش بالای مدعی و مدعی علیه ثابت میشه. و اقرار حجت قاصره هست. کسی که اقرار کنه بالای خود اقرار کرده، ای اقرارش بر دیگرا اثر نمیگذاره. از این خاطر میگن که البینه حجت متعدیه، شاهده دلیلی هست، حجتی است که بر دیگرا هم متعدی میشه، اثرش بالای دیگرا هم واقع میشه. اما اقرار که هست اون و حجتی است که اثرش بالای غیر از مقر له، غیر از او شخصی که اقرار کرده و به دیگه کس ثابت نمیشه. به این معنا که اقرار حجتی است که تنها بر مقر له عملی شده میتواند، اما دلائل و شاهدان چنین نیسته. او بر خود شخص و بر شخص دیگر یعنی بر مدعی و مدعی علیه یک چیزی را ثابت میکنه. اگر یک موضوع را به شاهدا کسی به شاهدا سرش دیر شو معنایش همیسته که این شاهدا هم دلیل شد برای مدعی علیه و هم مدعی شاهدا را آورده، پس برای خودش هم حجت شد و برای مدعی علیه و بر علیه مدعی علیه هم حجت شد. اما کسی که اقرار کنه اقرارش تنها بر خودش اثر میگذاره، نه بر ای که بر دیگران اثر گذاشته باشه. مثال و تطبیق این قاعده
در دو مثال ذیل واضح می شود. مثال اول: مرد چیزی را خرید نماید که غیرش مستحق به حکم شرعی شود. یعنی یک مرد، فرض کنیم احمد، موتری را خرید، ولی دیگه کس او موتر را گفت که این موتر از ماست اگرچه احمد خریده. در صورتی که استحقاق ای که دیگه شخص مستحق شده، اگر این استحقاق به اقرار مشتری باشد، مشتری گفته باشد که این موتر از فلان شخص است، مشتری بالای بایه خود که این موتر را از او خریده حق رجوع را ندارد، زیرا اقرارش بر بایه سرایت نمی کند. ای که میگه این موتر از فلان شخص است، این اقرارش بر بایه سرایت نمی کنه، بر خودش دلیل شد. لیکن اگر استحقاقش، اگر این موتر از دیگه شخص شوه، توسط شاهدا بگویه که این موتر از فلان شخص است، این شاهدا باز دلیل میشه هم بر بایه هم بر مشتری. اینجا فرقش واضح میشه. یعنی هرگاه در اثبات احمد از محمود موتر خرید، حال احمد اگه خودش اقرار کنه که ای از عمر است موتر، ای بر خودش دلیل شد که این موتر را باید به عمر بده، ولی ای دلیل بر بایه نمیشه، بر محمود نمیشه. هرگاه در این قضیه شاهدا شاهدی بده که این موتر از عمر است، این شاهدی باز طور حجتی هست که هم بر احمد حجت میشه، هم بر محمود، هم بر بایه و هم بر مشتری حجت شمرده می شود، زیرا او متعدی هست. البینة حجت متعدیه والاقرار حجت قاصره. مثال دوم: اگر گرو دهنده برای مرد به جنس گرو شده خود اقرار کند، اقرارش بالای مرتهن نافذ نمی شود، بلکه برای مقر له اقامه دلیل برای راهن و مرتهن ضروری می باشد. فرض کنیم یک شخص خانه خود را به گرو داده، حالی باز اقرار میکنه که این خانه از دیگه کس است. اینجا ای اقرارش حجت به مگرو گیرنده نمیشه، زیرا اقرار حجت قاصره هست، نه حجت متعدی. در این نوع قضیه ضروری هست که این شخص شاهدای را بیاره که او شاهدی بده که این خانه از شخص فلان هست. باز این شاهدا هم حجت میشه برای گرو دهنده و هم برای گرو گیرنده، زیرا حجت متعدی به امین معناست که به اردو طرف قضیه دلیل شده میتونه. اما حجت قاصره این مفهوم را افاده میکنه که تنها بر امو شخص دلیل میشه که اقرار کرده، نه بر شخص دیگر. قاعده 60 این هم مربوط به همین موضوع هست که قبلا تذکر دادیم، ولی به شکل دیگری. قاعده میگه که لا حجت مع التناقض ولكن لا يختل معه حکم الحاکم. در صورت تناقض حجت قبول نمی شود. یعنی شاهد یا دلیل کسی که آورده و در این دلیل تناقض باشه، تضاد باشه، این قبول نمیشه. این نوع تناقض من حیث دلیل، لیکن حکم حاکم بدان مختل نمی شود. در صورت تناقض
حجت قبول نمی شود و همچنین یعنی حجت که همراه تناقض باشه این حجت نیسته و حکم حاکم هم توسط او رد شده نمیتونه. دقیق شوین، این قاعده باریکی داره که در مثال واضح میشه. مثال اول، اگر هر دو شاهد در یک قضیه 2 نفر شاهدی داد که چنین هست، حال اگر هر دو شاهد از شهادت خود رجوع کنند، این شاهدی را که گفته از او شاهدی رجوع کنند، شهادت ایشان حجت شمرده نمی شود. شهادت ایشان حجت باقی نمی ماند. اما اگر قاضی به شهادت هر دو از قبل حکم کرده باشد، حکم نقض نمی کرده. مثال اگر دیگر هم واضح کنیم، فرض کنیم یک خانه هست، توسط 2 شاهد ثابت شد که این خانه از احمد است پیش محکمه. حال محکمه فیصله کرد که این خانه از احمد است، از محمود نیست و فیصله محکمه هم بنابر همین شاهدی 2 شاهد بوده. هرگاه محکمه فیصله کرد پس از این باز امی 2 شاهد از شهادت خود رجوع کنه، بگوین که ما به دروغ شاهدی داده بودیم این خانه از احمد نیست. در اینجا حکم محکمه توسط ای تناقضگویی شاهدا که در محکمه یک چیز گفته بود حالی بعد از محکمه دیگه چیز میگه، ای تناقضگویی حجت هم نیست، ولی گرچه حجت نیست اما حکم محکمه را هم نقض نمیکنه. این موضوع باز به محکمه باید بره تا طی مراحل شوه تا پیش محکمه شاهدی بگوین که این نیست. پس تناقض گویی شاهده حجت نیست، گرچه حجت نیست ولی محکمه اگر پیش توسط ای تناقضی که موجود هست فیصله کرده باشه او فیصله نقض نمیشه. زیرا در اینجا اگر ما توسط این و موضوعاتی که شاهدا پس از محکمه حکم را از شهادت خود تیر میشن، حکم محکمه به ملعبه گرفته میشه، از این خاطر حکم محکمه نقض نمیشه. مثال دوم، تناقض. این تناقض شاهده که هست این حالتهای متعدد داره. تناقض احیانا تنها در دعوا می باشد، کسی که دعوا میکنه در او دعوایش تناقض می باشه، یا تنها در شاهدی که شاهدی داده شده در او تناقض می باشه، و یا تناقض هم در دعوا می باشه و هم در شاهدی می باشه. اگر تنها در دعوا تناقض باشد از ابتدا اما دعوایش رد میشه، پذیرفته نمیشه. اگر تناقض تنها در شاهدی باشد در محضر محکمه این تناقض شنیده نمیشه، قبول نمیشه. اگر این تناقض در شاهدی بعد از محکمه باشه پس حکم محکمه را نقض نمیکنه، مثل که همین قاعده همین حالت را به بحث میگیره که لا حجت مع التناقض، دلیل نیست همراه تناقض ولی حکم محکمه را هم مختل نمیکنه از سابق که کدام حکم صادر شده باشه. قاعده 61 الخراج بالزمان. الخراج بالزمان، منفعت
در مقابل تاوان هست. منفعت در مقابل تاوان هست. این قاعده هم از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته شده و او حدیث طوری است که ان رجلا اشترى عبدا، که یک مرد یک غلام را خرید، فاستغلته، و از این غلام استفاده میکرد، یعنی این غلام برش کار میکرد، مزدوری برش میکرد، کارای خانهش به پیش میبرد. ثم وجد به عیبا، باز امی شخص مالک غلام در این غلام یک عیبی را پیدا کرد، پس بنابر امی عیبی فرده، این غلام را پس به امو بایع به فروشنده ردش کرد که این غلامت که بری ما داده بودی در جریان یک هفته یا یک روز یا 2 روز یا یک ماه بری ما واضح شد که این عیب داره، پس امی خرید و فروش ما و تو این بیع بنابر خیار عیب رد شد. فقال، پس امی مرد گفت یا رسول الله، ای پیامبر خدا، انه امی مشتری که است قد استغل غلامی، ای خو کار کرد توسط غلام ما، یعنی چند روز از این استفاده کرد و آل ردش میکنه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس نبی علیه السلام برش گفت الخراج بالزمان، منفعت در مقابل تاوان هست. چی معنی؟ یعنی آن منفعت که قبل از رد کردن به عیب مشتری گرفته است، یعنی او منفعتی که مشتری از امی غلام قبل از این که پس ردش کنه گرفته است، این در مقابل این بود که در وقت زیای آن تاوان می پرداخت. یعنی شما من حیث بایع نمی توانید که به این بانه که مشتری از غلام کار گرفته پس باید اجره کارش بده یا بیع مسترد نشوه. نه، پیامبر علیه السلام میگه که امی پایده الخراج و امو پایده ای که از امو غلام گرفته شده به زمانی در مقابل ای بوده اگر ای غلام مبادا در دست مشتری از بین می رفت پس او تاوانی می شد، باید ضمانت ضامنش می بود. حالی که استفاده کرده و استفادهش در مقابل ای بوده که ای ضامنش بود، یعنی کسی که ضامن یک چیزی میشه در مقابل امو ضمانتش تا او وقت استفاده میکنه. الخراج بالزمان، منفعت در مقابل تاوان است. و منفعتی که گرفته ای در مقابل ای بوده، اگر در دستش هلاک میشد تاوان میداد، پس از این خاطر او را گرفته. یعنی ای دعوا به این شکل درست نیست. میم به مثال های که این موضوع و این قاعده را دیگر هم واضح تر بسازه. مثال اول، اگر مشتری حیوان را از روی خیار عیب رد کند در حالی که آن را یک مدت استعمال نموده و کار گرفته باشد، اجرتش لازم نمی گرده، زیرا اگر این حیوان در دستش قبل از رد کردن طلب می شد این خساره بر خود مشتری برمی گشت. فرض کنیم احمد یک مرکب اولاغی یا اسبی را یا شتری را از محمود خریده، آلی چند روز سر ای شتر کار کرده، بار را سرش برده، پسان معلوم شد که در ای شتر عیبی هست، آلی بنا بر امی عیبی امی شتر را پس به پروشندهش رد میکنه. ای پروشنده نمیتانه که بگویه ای چند روز که سر شتر ما کار کردی امو اجره شبتی، زیرا
امی منفعتی که مشتری چند روز از شتر گرفته، ای در مقابل ای بوده اگر ای شتر از پیشش هلاک می شد ای ضامن بوده باید تاوان میداد. پس در ای صورت که منفعت گرفته ای منفعت هم از ای میشه، یعنی ای منفعت در مقابل امو ضمانت است. الخراج بالزمان، منفعت در مقابل تاوان. مثال دوم، زیادت منفصله و جدا و غیر زایش یافته از اصل چیز مانع رد عیب نمی شود و به مشتری تسلیم کرده می شود و حصولش به عنوان مجانی و رایگان بدان ضرر ندارد، زیرا جزء مبیع نبوده و توسط ثمن مالک نشده بلکه با ضمانت تاوان مالک شده هست. عین همون مثال سابقهش، هر جنسی که از او استفاده شوه و او استفاده منفصل باشه و جدا باشه از همون اصل چیز. فرض کنیم سر موتر را گرفت و گفت که یک هفته ما میبینیم که عیب نداشته باشه، آلیده ای موتر یک هفته گشته، یک زیادت مال سر او کمایی کرده، آلی ای که پس به عیب مسترد میکنه، ای منفعت یک هفته ای را مسترد نمیکنه، زیرا ای جزء موتر نیست، نه از موتر تولد شده ای منفعت، بلکه ای منفعت در حقیقت در مقابل همان ضمانت هست. اگر این موتر از بین می رفت در دست مشتری پس مکلف بود که باید تاوان میداد، در مقابل او تاوان این منفعت قرار میگیره. از این خاطر میگیم که الخراج بالزمان، منفعت در مقابل تاوان می باشه. قاعده 62، الاجر و الزمان لا یجتمعان، اجرت و تاوان هر دو با هم جمع نمی شود. این قاعده هم ربطی داره با قاعده گذشته، یعنی طوری نمیشه که کسی هم اجره را بگیره از یک چیزی و هم ضامن همان چیزی باشه، یعنی اجره و ضمانت هر دو در یک جنس جمع نمی شود. اجرت بدل منفعت می باشه و مقصد از زمان شی دادن، مقصد از زمان است که اگر او هلاک میشه باید مثل همان چیز را برش بخره، یا اگر مثلش نبود قیمت آن را در قیمی، در اشیایی که قیمت داره قیمتش را بپردازه. پس در چیزی که زمان است، در هر چیزی که زمان هست اجره آن لازم نمی شود، زیرا امو زمان در مقابل اجره قرار میگیره. در زمان معنای تملیک است، مثل که به ملکیت داده باشه او را و مالک مکلف به این نیست که اجره را بپردازه. این مثال را دیگه این قاعده را در مثال واضح میکنیم. اون مثال است اگر اولاغ را تا به یک محل اجاره کند. فرض کنیم مرکب اولاغ را احمد اجاره کرد که ما توسط این مرکب از یک قریه به دیگه قریه 2 بوجه آرد میبریم در مقابل 100 افغانی یا در مقابل 200 افغانی، و از محل معین او قریه را برش گفته بود که از قریه بالا تا قریه پایین سرش بار میبریم. اگر ای از او قریه پایین هم رفت به قریه دوم ای را برد و امی اولاغ امونجا هلاک شد، از بین رفت، بروی تاوان لازم هست.
اینجا تاوان سرش لازم میشه و برای هیچ اجرتی نیست، اجرت بالایش نیست، زیرا وقتی که تاوان میته باز نمیشه که برش بگویه که هم تاوان اولاغ مرمیتی و هم اجرهی که 100 یا 200 افغانی همراهت گفته بودیم هم او رمیتی. نه، هر دو با هم جمع نمیشه. مثال معاصرش طوری شده میتونه کسی موتر را به اجاره میگیره، از اینجا میگه که ما این موتر را تا قندهار میبریم و 3000 افغانی را برات میتیم، پس از اونجا میره میشه. حالی این موتر را به قندهار برد، حالی از قندهار ای را تیر کرد برد به هرات ای را برد، ولی این موتر تکر کرد ضایع شد. اینجا امی کسی اجاره دهنده که است نمیتانه که برش بگویه که هم تاوان موتری مرا میتی و هم امو کرایه را میتی، زیرا الاجر و الزمان لا یجتمعان. ای اجره ای کرایه و هم زمانت جنس ای هر دو با هم جمع نمیشه. یکیش که به او مکلف شدی دیگه ایش باید نگیریم، زیرا اجره خود در مقابل منفعت گرفتن از این موتر بوده و ای که ضامنش است، ای ضامن بودنش به این معنا که او مالکش یک معنای ملکیت او هست. پس کسی که مالک یک چیزی بوده او را چطور مکلف میکنی به اجره؟ از این خاطر فقها میگه که الاجر و الزمان لا یجتمعان، اجره و زمانت هر دو در این و قضایا با هم جمع نمی شود. ای بود قواعدی که به بحث گرفتیم. خدا کنه که از او استفاده درست شده باشد و درک کرده باشند.